تلویزیون موسیقی تاجیکستان شانواز تقدیم میکند. عائله ما از 10 نفر عبارت بود فرزند. برادران و خواهرانمون در دهات عمر به سر بردیم. یاد از زمان کودکی و نورسی. یک وقتی بود که ما از همین صنف ششمی پس از مکتب در همون بریگاد کلخوزی کار میکردیم. باز شب در خانه درس تیار میکردیم. بچگیم به کس و تنها گذشت. خارجی ها نیز همین آهنگ ما رو با طور خودشون کلیپ کردن. موفقیت شعر استاد لایق شیرعلی بود که وی همین درد دل نوشت. این حیات هر یک شخص به هست. سرگذشت های روزگار. تئاتری خب لختک شدم در همونجا ایجاد شد. اولین نمون صورت های ما شاه دختر زردر کمره. قدت بلنده یار ابرو کمنده یار. ما همون قدت بلنده یار گرفتیم. قدکی بلند صدقه ابروی کمن صدقه. یکی دیدم تاجیکستان لیوبی میدم. بعدم در اومدم که شعرها به زبان روسی. تاجیکستان لیوبی میدم نه کاجدی ویچیر سنیتسا سون. تاجیکستان земля моя люблю тебя. تینجی آسودگی آسمان صاف برای ما یک دولت است. خاطره های که برای همیشه باقی میماند. برای من خاطرمان آن است که سخنان پیشوای معظم ملت به هر یکی ما که صاحب مکافات شدیم ما رو وادار میسازد که ما به وطن صادقانه خدمت نماییم. این وطنی من و تو از جان، وطنی من و تو از جان، وطنی من و تو از. خورشید لا ندارد. برنامه نوبتی انگارا با حافظ خلقی تاجیکستان عبیدالله کرامت. اوج و برار آرد هر دم بهار تاجیک. انتظار باشه.